اصلا نمیدونم چه جذابیتی داره، این چه مغناطیسیه، این چیه تو این نام مقدسش. خیلی مهربون. حق امام زمان اعتقادم اینه اگه توسل به امام زمان پیدا کنی، هر آدم منحرف و بدی باشی یا به برکت این توسل خدا دست تو میده. یه روزی اگر همه تو رو رد کردن، برو در خونه مولات صاحب الزمان، بگو یا ابا صالح المهدی ادرک، آقا دستتون میده. یا ابا صالح مددی. وجود مقدس حضرت مهدی با این عظمت، ولی خدا و حجت خدا، همه چیز در اختیار اوست. برای ما کافی نیست که هی در اون در میزنیم دنبال این چیز و اون چیز و فلان اینا میدویم. همه چیز در اختیار اوست. مردم بچسبید به امام زمان، مردم برید در خونه ولیعت، نجات پیدا میکنید، هم از نظر دنیا، هم از نظر دین، هم از نظر آخرت. همه کارا رو باید با امام زمان درست کرد، با دعا درست کرد. هی اینو ببین اونو ببین فایده نداره. خدا و امام زمان عهد ببین. توسل به امام زمان معجزه میکنه آقا، نشدنی ها رو شدنی میکنه. فقط باید باور کنی که همه کارای عالم این آقاست. خودش فرموده به دست منه که بلا دور میشه، لذا صداش بزنید. مصلح این عالم، اداره کننده این عالم که همه چیز در اختیار اوست، کی بهتر از او؟ چرا به اون آقا متوسل نمیشی؟ چرا دامنشو نمیگیری با اخلاص؟ نشوم به جز از تو گدای کسی، به ولای دگر نکشم نفسی. من ناقابل به تو دل بستم، نکشی دامان خود از دستم. یا ابا صالح مددی مولا، یا ابا صالح مددی. چه مکرر است نام دلربا، چه دلنشین است ذکر کارگشا. بخوان به نام ابا صالح. یا ابا صالح مددی.